چرا حالمون همیشه خوب نیست؟ اصلا دلیلی وجود داره که ما باید همیشه حالمون خوب باشه؟ اصلا حال خوب چه تعریفی داره؟ سلام، من رضام و اینجا ویدیوکست و پادکست افکارته. تو این ویدیو که یه مقداری هم مناسبت داره، میخوام در مورد این صحبت بکنم که همه ما تو زندگی، بهتره بگم خیلی از ما، اکثر ما تو زندگی دنبال اینیم که همیشه حالمون خوب باشه و یه تعریف مشخصی از حال خوب داریم که برای خیلی از ما تعریف حال خوب اینه که همیشه شادی رو تجربه بکنیم، بخندیم، اتفاق بدی نیفته، ناراحت نشیم و الی آخر. میخوام یه ذره این نگاه رو تو این قسمت بررسی کنم و به چالش بکشم و ببینم که آیا احساسات دیگه‌ای که ما اسمش رو شاید بذاریم احساسات منفی، آیا تجربه کردنش یک چیز غیر معموله؟ یعنی نباید اتفاق بیفته، ما نباید در زندگی ناراحت بشیم، نباید در زندگی خشمگین بشیم و یا مسئله چیزی غیر از اینه؟ موضوع و ماجرا اینه که ما ربات نیستیم، ما انسانیم و اگر قرار باشه که زندگی پرباری رو تجربه بکنیم، اگر قرار باشه که زندگی خوبی رو داشته باشیم، اگر قرار باشه که بعد از یه مدتی که به زندگیمون نگاه کردیم اون فراز و نشیباش برامون جالب باشه، برامون قشنگ باشه و برامون تجربیات خوبی رو به همراه داشته باشه و اگر این پربار بودن زندگی رو اینجوری ببینیم که بخوایم تجربیات کامل و تجربیات خوبی از زندگی داشته باشیم، در نهایت همه اینا ما ناگزیریم که طیف کاملی از احساسات مختلف رو تجربه بکنیم. یعنی یک انسان غم رو تجربه میکنه، شادی رو تجربه میکنه، دلتنگی رو تجربه میکنه، ترس رو، خشم رو و الی آخر. تمام انسان ها در طول زندگیشون طیف گسترده‌ای از احساسات رو تجربه میکنن. غم برای همه هست، خوشحالی برای همه هست. شما هیچ انسانی رو نمیتونی پیدا بکنی که صرفاً روی یک سری احساسات و هیجانات مثبت فقط زندگی بکنه. حالا این مثبت و منفی خودش قابل بحثه. یعنی ما اومدیم اینا رو تفکیک کردیم که یه سری احساسات رو گفتیم مثبت، یه سری رو گفتیم منفی، یه سری رو دوست داریم تجربه بکنیم، یه سری رو دوست نداریم تجربه بکنیم. در صورتی که وقتی ما ناگزیر به تجربه این احساسات هستیم، دلیل نداره که اینا رو نامگذاری بکنیم و برچسب بزنیم. روزی که ناراحتم اون رو میپذیرم و روزی که خوشحالم اون رو میپذیرم. و این یکی از تله‌های شادمانی و خوشحالیه. اینکه ما فکر میکنیم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم، برای خلق یک زندگی بهتر، لازمه که از شر یک سری احساسات که بهشون میگیم احساس منفی خلاص بشیم. در حالی که این دقیقاً اشتباهی که ما رو بیشتر تو این چرخه میبره و حال ما رو بدتر میکنه. راهکار چیه؟ پذیرش احساسات. وقتی من میدونم که تمام احساسات در جای خودشون برای من قابل تجربه اند و برای من اتفاق میافتن. من یک روز از خواب بیدار میشم، شاید بی‌دلیل احساس افسردگی بکنم. اون روز افسردگیم رو میپذیرم. من امروز یه مقدار احساس افسردگی دارم. تموم میشه. کجا وضعیت خراب میشه؟ زمانی که همون روزی که ما از خواب بیدار شدیم و یه مقدار احساس ناراحتی یا افسردگی داریم، فوری با این احساسمون درگیر میشیم که امروز هم یه روز به درد نخوره مثل روزهای دیگه، یا من کی قرار از شر این خلاص بشم، یا اینکه چرا این افسردگی ما رو ول نمیکنه، یا اینکه وای نکنه مثلا حالم بدتر بشه، نکنه من یه آدم افسرده شدم که ممکنه اوضاعش خرابتر بشه. وقتی ما با این احساس درگیر میشیم، نه تنها کمکی نمیکنیم به اینکه اون احساس سریعتر از بین بره، چه بسا خودمون رو وارد یک چرخه معیوبی میکنیم که اون احساس رو بیشتر و بیشتر برای ما تولید میکنه و ما روزمون رو از دست میدیم، هفتمون رو خراب میکنیم و در نهایت میبینیم ماها داریم احساس افسردگی میکنیم. چرا؟ فقط به یک دلیل: احساسمون رو نپذیرفتیم و حسش نکردیم، زندگیش نکردیم. نپذیرفتیم که خب اوکی، من الان این حس رو دارم و هیچ دلیلی وجود نداره که یک ساعت دیگه هم داشته باشم و اگر من باهاش ترکیب بشم و درگیر بشم، باعث میشم که این احساس در من بیشتر به وجود بیاد و شدیدتر بشه. حالا به یه ذره برگردیم به احساس. اصلا احساس چیه؟ این که میگیم احساس خشم، احساس ترس، احساس شادی، دقیقاً چیه؟ بهش فکر کردین؟ خیلی معقوله جالبیه به نظر من. توی ریشه و توی بطن و توی مرکز هر احساسی یه سری تجربیات فیزیکی وجود داره، یه سری تغییرات فیزیکی در بدن ما به وجود میاد که معمولاً مغز ما رو میبره به سمت یک اقدام. مثل چه تغییراتی؟ مثل تغییر ضربان قلب، مثل تغییر فشار خون، مثل تغییر سطح یک سری از هورمون‌ها، مثل فعال شدن یک سری از سیستم‌های عصبی، مثل پرش ماهیچه، سرعت گردش خون و الی آخر. و ما اسم این رو میذاریم احساس ترس. مثلا وقتی که ما میترسیم، شاید یه مقداری احساس انقباضی تو عضلات گردن و صورت اون احساس بکنیم، یه مقداری ضربان قلبمون میره بالا، یه مقداری سرعت گردش خونمون زیاد میشه و تمام اینا برای اینه که ما آماده بشیم برای یک اقدامی، برای یک رفتاری. که مثلا اگر من از یک موجودی ترسیدم، مثلا یه خرسی تو جنگل دیدم و ازش ترسیدم، حالا این آمادگی و این تغییرات فیزیکی به من کمک میکنه که فرار بکنم، خون بیشتری به ماهیچه‌های دست و پای من میرسه که بتونم خودم از خطر نجات بدم. این ماهیت احساساته. این ماهیت اون چیزهاییه که ما هر روز با
باهاشون سر و کار داریم و داریم تجربهشون میکنیم. این بار که دچار یک احساسی شدین از هر جنسی، احساس خشم، احساس خوشحالی، حتی احساس ناراحتی و غم، بگردید توی وجود خودتون دنبال این تغییرات فیزیکی. ببینید دقیقاً این احساس رو چطور دارید تجربه میکنید. اگر میگی من افسرده‌ام، دقیقاً نمود فیزیکیش توی بدن چیه؟ چه کمکی به ما میکنه؟ این کار دقیقاً به ما کمک میکنه که اون حس رو تجربه بکنیم. به جای اینکه بخوایم باهاش درگیر بشیم، به جای اینکه بخوایم جلوش بایستیم، اون رو تجربهش بکنیم و به معنای واقعی اون احساس رو حس بکنیم و زندگی بکنیم. انگار که داری یه پدیده جدیدی رو برای اولین بار میبینی. اوه، من یه کمی الان غمگینم. خب چه اتفاقی تو بدنم افتاده؟ شاید یه مقداری احساس فشار و گرفتگی توی گلوم میکنم، شاید یه مقداری ماهیچه‌های شکمم سفته، یه مقداری دست و پام احساس بی‌حسی و سستی میکنه و مجموع اینها رو من اسمشو میذارم اون احساس غم یا حالا هر حس دیگه‌ای. وقتی من به این شکل به احساساتم نگاه میکنم، وقتی من به این شکل احساساتمو میپذیرم، دیگه هیچ وقت وارد اون چرخه‌ای نمیشم که من رو از کار و زندگی بندازه. دیگه هیچ وقت یک روتینی نمیافتم که هر روز وقتی از خواب بیدار میشم احساس میکنم این زندگی دیگه ارزش زندگی کردن نداره. به خاطر اینکه من دارم با بدنم ارتباط درستی برقرار میکنم. به خاطر اینکه من دارم زبان بدنمو میفهمم. به خاطر اینکه من دارم میفهمم که داره تو بدنم چه اتفاقی میفته. بگذریم از اینکه ریشه تمام این احساسات از یک سری از افکار میان. یعنی یه سری افکاری هستن که نهایتاً نمودشون نمود احساسی میشه. اگر من تو بدنم ضربان قلب میره بالا، فشار خون میره بالا، به خاطر اون افکاری که دارم نشخوار میکنم، به خاطر اون درگیری که 2 هفته پیش با رئیسم داشتم، با همکارم داشتم، به خاطر اینکه هنوز نتونستم اون آدمی که تو زندگیم بوده رو ببخشم. وقتی این افکار توی ذهن تکرار میشه، نمودشون میشه نمودهای فیزیکی که نهایتاً ما اسم احساساتی روش میذاریم. مثلا میگیم افسردم، در حالی که یک سری افکار بوده، این افکار اومده تبدیل به یک سری نمودهای فیزیکی و احساسات شده. حالا بیایید برگردیم به اول بحثمون، جایی که گفتیم چرا ما همیشه حالمون خوب نیست و دنبال حال خوب و تجربه احساسات خوبیم. و این ماجرا رو بررسی کردیم که ما خواه ناخواه طیف گسترده‌ای از احساسات رو در زندگی تجربه میکنیم. اما الان که فهمیدیم ریشه این احساسات چی هست و ماهیت این احساسات چی هست، میتونیم ارتباط بهتری با خودمون و درون خودمون برقرار بکنیم و حالا از این به بعد زندگیمون رو ببریم به سمتی که اون احساساتی که برامون خوشایند هست رو بیشتر تکرار و تجربه بکنیم. شادمانی رو بیشتر تجربه بکنیم. وقتی من میفهمم که این افکار منن که دارن باعث بروز یک سری احساساتی میشن که شاید برای من خوشایند نباشه و این احساسات داره تکرار میشه و توی بازه زمانی من دارم احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنم، خب میرم ریشه ماجرا رو درست میکنم، میرم افکارم رو اصلاح میکنم و اینجوریه که میتونم احساسات بهتری داشته باشم و زمانهای بیشتری رو در زندگی با حال خوب بگذرونم. اجازه بدید جمع‌بندی بکنیم. اول صحبتمون این بود که چرا همیشه حالمون خوب نیست. به این نتیجه رسیدیم که قرار نیست همیشه حال ما خوب باشه، چون ما انسانیم، ربات نیستیم و اگر قرار باشه ما زندگی خوب و پرباری رو تجربه بکنیم، ناگزیر باید احساسات مختلفی رو هم تجربه بکنیم. تو قدم بعدی فهمیدیم چیزی که این احساسات ناخوشایند رو برای ما تکرار میکنه اینه که به جای پذیرش اونها و به جای حس کردن و تجربه کردن و زندگی کردن اونها باهاشون درگیر میشیم. پس میپذیریمشون به عنوان یک احساس، به عنوان یک نمود فیزیکی و دیگه از این به بعد برای ما چیزای عجیب غریبی نخواهند بود. ماهیت احساسات رو شناختیم و فهمیدیم که ریشه این احساسات از افکارمون میان و با اصلاح کردن اون افکار میتونیم احساسات بهتری و حال بهتری رو هم تجربه بکنیم. حالا افکارمون رو چطور میتونیم مدیریت بکنیم؟ این ماجرایی که ما داریم تو همه بخشا و در ادامه و در اپیزودهای قبل در مورد صحبت میکنیم. حتما یه سری بخشای قبل هم بزنید و به عنوان یک مثال آخر یادتون نره که فرار کردن از احساسات، فرار کردن از غم مثل نگه داشتن توپ زیر آبه. هر چقدر بیشتر نگهش داریم و هر چقدر پایینتر ببریم، نهایتاً با فشار و شدت بیشتری میاد رو سطح و بالا میپره. ممنون از همراهیتون تا اینجای ویدیو یا پادکست. خواهش میکنم اگر احساس کردین این ویدیو میتونه برای کسی مفید باشه، حتما براش ارسال بکنید و همینطور برای ویدیو بیشتر کانال رو دنبال بکنید.